Okay, so we're good to go. من پرسنلی میخواستم اینو انگلیسی انجام بدم ولی حالا چون بچه ها میگن اکسپرشنشون تو ایرانی خیلی راحت تره سعی میکنیم ایرانی بریم نزدیک تر. There we go. خوبه؟ این آقا این کسی که دارم روش صحبت میکنم کیانمون هست. آقا کیان میستر تکنولوژی مونه دیگه. هر سوالی که داریم اون میتونه زود رو اینترنت برامون سرچ کنه و اگر چه میدونم مثلا یه تاپیکیه که میگین ریسرچ اینو نشون داده و بلا بلا بلا. اوکی خب من عباس هستم. عباس صادقیان 38 ساله. کامل بگو اسمتو. عباس کریستوفر صادقیان. صحبت میکنی تو مایکت بگو که بشنون. لطفا اسمتون رو کامل بگین. خب من عباس کریستوفر صادقیان هستم 38 ساله. از میکس ایرانی و انگلیسی هستم. خب الان میدم به خانم بغل دستم. من چی رو باید بگم؟ خودتون رو معرفی کنید. من سمر هستم 36 ساله از مشهد. مشهدی بله. نمیدونستم. خب بدم بغلی؟ شما داری؟ بله ما خودمون مستقلیم. بله من ملیکا هستم 29 ساله از مشهد. واقعا همه تو مشهدین. آقای کریس خیلی بد نگذره دختر مشهدی ها رو جمع کردی دوره هم. من هما هستم 34 ساله از مشهد. پرچم مشهد بالاست اصلا. من تهرانی ام ولی حالا اوکی چه خبر. میکس همه چی. خب بحث امروزمون میخوایم در مورد رابطه و حالا مشکلات رابطه و هر تاپیکی که به اصطلاح میتونیم فکرشو بکنیم که به رابطه ربط داره تو این 45 دقیقه یه ساعت جمعش بکنیم ببینیم چه دیتیلای باحالی در بیاد. حالا کسی هستش بخواد با چیزی شروع کنه یا میخوایم من اولین تاپیک رو پیش بیارم؟ نمیدونم من سمر اگه موافقی سوالاشو آقای عباس بپرسه بعد خودش جنجال میشه دیگه. ما از تو دل اونا تازه میتونیم حرفا رو بکشیم بیرون. اوکی خب تاپیک اول آنلاین دیتینگ. نظراتون در مورد آنلاین دیتینگ چیه؟ Because this is where the future به اصطلاح is. ببینیم چجوری شروع میشه. ملیکا خانم شما نظرت چیه؟ دوست داری دوست نداری؟ من اول میگم چون اصلا فن آنلاین دیتینگ نیستم. مشکلی ندارم باشه. هیچ وقت دوست نداشتم. یعنی یه بارم که فورس شدم این کار رو انجام بدم wasn't really a fan. خب الان دیتینگ و اینا که انجام میدی چجوری با مرد و اینا آشنا میشی یا چجوری بیرون پیش؟ توی مهمونی یعنی از طریق دوستا بوده همیشه. هیچ وقت اونجوری نبوده که رندوم باشه یا خب الان یه آقای رندوم همینطوری بیاد بخواد ازت شماره بگیره حس و اینات نسبت به اون چجوریه؟ depends. برای اینکه ببین قدیما حالا این باز زمان من میگم قدیما انگار مثلا 80 سالمه ولی زمان من اصلا آنلاین دیتینگ خیلی چیز ویردی بود. یعنی هر کی آنلاین دیتینگ انجام میداد عجیب غریب بود. بود ولی خیلی چیز ویردی بود دیگه. مثلا میگم یکی رو من آنلاین میت کردم حالا من تو انگلیسشو میگم خیلی عجیب غریب بود. ولی مثلا اینی که یکی میومد تو بار باهات صحبت میکرد یا تو کوچه شمارت میگه خیلی چیز معمولی بود. الان برعکس شده. یعنی این حس منه. یعنی آنلاین دیتینگ خیلی چیز نرمالی شده ولی یکی رو بیاد تو کوچه شمارت رو بخواد خیلی چیز ویردیه و زود خانوما دفاعی میشن. حالا این باز از تجربه من. حالا بازم بچه‌ها هم نظرش. به نظر منم یه مقدار به خیلی شبیه نظر ملیکاست. من خودم خیلی فن آنلاین دیتینگ نیستم. ترایش کردم یکی دو بار از روی بی‌حوصلگی برای وقت کشی ولی اونجوری که بخوام واقعا روش تایم بذارم که از توش چیزی در بیاد نبوده. و اینکه ترجیح هم خودم اینه که آدما رو توی ریل ورلد ببینم اولش قبل از اینکه حالا بخوام دیساید کنم که بخوام حالا پرسونال اینفورمیشن هم باشون شیر کنم یا اصلا تایمی براشون بذارم که از خودم بگم یا از اونا بشنوم. چون فکر می‌کنم که با اینکه الان آنلاین دیتینگ خیلی رواج پیدا کرده ولی به نظرم هنوزم آدم‌ها اونور در اون دنیای اونور خیلی ممکنه آنست نباشن در موردش. اینه که ترجمه اینه که آدم‌ها رو همونطور که ملیکا گفت توی مهمونی‌ها ترو فرندز یا حالا بیرون وقتی هستی توی موقعیت‌های اجتماعی مختلف میت کنم. ولی فکر کنم هما خیلی اینپوت خیلی بهتری بتونه بهمون بده در مورد آنلاین دیتینگ. همیشه وقتی یه چیزی جدیده اولش خطاهای زیادی داره.
زمانم میبره جا بیفته یا اصلاحات روش انجام بشه، جامعه بپذیرش. واقعیت اینه که جامعه داره به یه سمتی میره که شاید به اندازه قدیم آپشن نباشه که در زندگی واقعی آدم ها وقت داشته باشن همو میت کنن و حداقل تو سن ما به سمت شرایطی میریم که دیگه تو دانشگاه نیستی که هر روز کسی رو ببینی، هر روز مهمونی نیستی، ساعت زیادی رو سر کاری. به نظر من آنلاین دیتینگ آپشن بدی نیست، ولی مثل چاقوه که میتونی دستتو ببری، میتونی میوه پوست کنی. باید راجبش مراقب باشی و وقتی که داری یه چیزی رو چک میکنی یا یه کسی رو میخوای دیت کنی زمان بیشتری رو سپری کنی براش، هول نشی. چون خیلی فضاییه که خیلی راحت میشه دروغ گفت، ولی خب داره پیشرفت میکنه. قبلا نمیتونستن پروفایلشون رو مثلا نمیتونستی چک کنی پروفایلش واقعیه یا نه، ولی الان میتونی ببینی وریفای کرده یا نه، عکس خودشه یا نه. بعد خودت باید اسمارت باشی، همون اول ویدیو کال کن، ببین اون عکس شبیه به اون آدم، همون اول برو قرار بذار در واقعیت ببینش. من آنلاین دیتینگ رو 2 سال پیش امتحان کردم، جواب گرفتم، حتی آدم خوب پیدا کردم ازش. 2 سال که نه 3 سال پیش. مدت طولانی مقاومت کردم چون در کالچر و فرهنگ ما وجود نداره و تو رابطه قبلیم دوست پسرم بهم میگفتش که من با این موضوع کنار نمیام که تو آنلاین دیتینگ رفتی مثلا کسی رو دیت کردی. یه مدت طولانی اصلا خودم بلیم کردم، فکر میکردم کار اشتباهیه. بعد دیدم خیلی از دوستای خوب من، دخترای فوق‌العاده سالم که من میشناسمشون، ازدواج کردن از این طریق و با خودم فکر کردم شاید این برچسب زدن اشتباه باشه و با این دیدگاه اگه برم جلو جواب بهتری ازش بگیرم و الانم دارم روی گوشیم. از طریق اونم آدمایی رو آشنا شدم. لازم نیست جامپ کنیم تو رابطه، میتونی بری بعد ببینی اگر آدم تو نیست دوست بمونی. دوستای خوبی از اون طریق دارم و به نظر من نمیشه بهش سیاه یا سفید نگاه کرد، خاکستریه. خانم اجازه بفرمایید. من به تکنولوژی همیشه در مورد این بوده که زندگی ما رو راحت تر بکنه دیگه. به نظر من یه سری شجاعت و آنلاین دیتینگ هم مردم میگیره چون خیلی راحت سوایپ رایت سوایپ لفت میده. اون انیشل اپروچی که بخوای بری با یه خانمی صحبت بکنی، اون حالت کانفیدنس نشون دادن تو خود طرف یه فیزو داره. به نظر من آنلاین دیتینگ میپره. به نظرم میاره. نه یه سری از آقایون هستن که در دنیای واقعی نمیتونن شخصیتشون و نقاط قوتشون رو نشون خب بدن. تو اونجور مردم میخوای؟ زمان داره اونجا صحبت کنه تا بشناسیش. چون ببین پسری که زیباست از اوریج بالاتره در جامعه راحت پذیرفته میشه که بره حرف بزنه، ولی اگر کسی ساده تر و معمولی تره اونجا میتونه حرف بزنه که اول سولش رو بشناسی، شخصیتش رو بشناسی، بعد باش بری جلو. میکنی؟ آره میکنی؟ آره. حقیقت اینه که واقعا این کارو میکنم. هر کسی یه استانداردی داره، ولی من پیدا کردم که اونجا بعضی وقتا این شرایط داری که آدمای بهتری رو بشناسی. ممکنه طرف لوزر از آب در بیاد ها، اینم هست، ولی واسه نقطه مخالفش هم بخوایم بگیم دختره فکر میکنه چه شاخیه اونجا، هیچی نیست، فقط 4 تا عکسه که با فیلتر و بقیه چیزا گذاشته. اینم هست. برای من فکر کنم بازم برای من به شخصه شاید بازم برگرده به اون، حالا اینکه خیلی 100% روش کامفتبل نیستم، این باشه که اون فرهنگ است که هنوز ته ذهنم خیلی نمیگنجه که اوکی خب من بخوام عکس خودم رو بذارم روی یه اپی و بگم من اویلیبل هستم سو اپروچم بکنیم و من اویلیبلم که بخوام باهاتون آشنا بشم. یه حسی به من میده. من نمیگم درسته یا غلطه، ولی من میگم من شاید منتالیتی من اینجوریه که میگم خیلی من باش کامفتبل نیستم، برای همین ترایش نمیکنم. ورسس اگه همون آنلاین دیتینگ رو اگر بخوایم روی سوشال میدیا، یعنی مثلا اینستاگرام یا فیسبوک داشته باشیم و بخوایم با کسی صحبت کنیم، شاید اونقدر حس بدی بهم نمیده تا اینکه اون اپ پرسی. دقیقاً شاید اون اپ یه مقدار منو آنکامفتبل تر میکنه، واسه همین هیچ وقت جدیش نگرفتم، هیچ وقتم دنبالش نبودم. شما خودتون چی؟ من که آنلاین دیتینگ رو دوست ندارم. به نظر من اون استیجی که میگم سکیپ میکنه، به نظر من استیج خیلی مهمیه که مرد بتونه مردونگیشو نشون بده، تو اون شرایط خیلی کانفیدنت باشه، راحت بیاد جلو، بتونه حرفشو با طرف بزنه. اینی که
توی اپ سوایپ رایت کرده بعد چند تا مسیج داده یخ اونطوری باز شده، یه استیجی رو پریده که به نظر من توی یه سری شرایط تو آینده شاید اون تستشو بیاد جلوت و فیل بکنه، بخواد کانفیدنسشو توی یه سری شرایط نشون بده که دیگه گذروندین یه سری مرحله و یه سری اتچمنت ها پیش اومده، بعد یه نکته ضعف تو طرف میبینی. این به نظر من حالا یه چیزیه که داره میگذره، یعنی اون وسط. من اصلا بهش اینجوری نگاه نکردم، ترجیح میدم که یه ذره بهش فکر کنم، پروسس کنم، نظر بدم. خب ولی واقعیت اینه که در نهایت من هم اگر آپشن در دنیای واقعی داشته باشم اولویتم اونه، چون به هر حال یک شناخت جامعی وجود داره که در آنلاین دیتینگ اون آپشن رو نداری. خوشبختانه برای ماهایی که کانادا زندگی میکنیم اصلا نمیدونیم چقدر جامعه ایرانیا کوچیکه، یه ذره تکون بخوری میتونی بالاخره اطلاعات اون شخص در بیاری اگر ایرانی باشه، ولی در مجموع هنوز هم اونقدر سیف نیستی که به هر حال زندگی واقعی آدم خیلی بهتر میتونه بشناسه. منتها مثل زندگی به نظر من ازدواج سنتیه. خیلی ها میگفتن ازدواج سنتی درسته ولی درصد طلاق که نگاه کنی اصلا نمیتونن اطلاعاتی بهت بدن که بگن اوکی ازدواج سنتی موفق تر بوده. به نظر من آنلاین دیتینگ هم همینه، چون جدیده و شاید 5 سال دیگه مردم بخندن بگن اونایی که تو خیابون با هم دوست میشدن چه جوری با هم آشنا میشدن. اونم حرفیست. خب سوالی کسی داره؟ من حالا یه لیست سوال دارم، الان یکی دو تاشو میگم، هر کدومش به نظرتون اینترستینگه در موردش صحبت کنیم. یکیش فرست دیتسه که میتونه هر چی باشه که به اون ربط داره. مادرن رومنس اینم چیز جالبیه. مادرن رومنس یعنی اینه که ببین قدیما مثلا طرف یه شاخه گل میگرفت میرفت با یه دختر صحبت میکرد، اون موقع it was very romantic که مثلا طرف همچین. الان it kind of comes across creepy in some of the way. یعنی طرف چقدر عجیب غریبه که این کارو میکنه. بعد رسید که به یه بحثی ماها با هم قدیم داشتیم که first date و طرف خیلی out of the box، یعنی خیلی یه ایده خفنی داشته باشه first date رو ببره. تو گفتی خوشت میاد، شما گفتی خیلی ویرده. سر اینی بود که گفتم مثلا پسره با تراکش ببرتت یه مووی، بشینین پشت تراک، واین باشه، با هم دیگه یه فیلم ببینین. منم به نظرم خیلی حرکت رمانتیکیه. وقت صحبتم داریم، حالا فیلمم هر چی باشه، اصلا نرفتین که فیلمو ببینین، ولی شما گفتین که پرفر میکنین دیت برین، بشینین پشت میز و فلان. من با دوتاشم البته. راست میگه، چون فرست دیت میخوای بری صحبت کنی، موویز فقط میری موویز میبینی. It's cute، ولی با سمرم من اگری میکنم، به خاطر اینکه خب بالاخره فرست دیت باید بشینین صحبت کنین، همو بشناسین. نمیشه یه چیزی اونجا داره پلی میکنه بخیر راجع به همه چی صحبت کنی. من یکم حرفمو می‌خواستم عوض کنم این وسط. اولش I thought it's cute، ولی بعد با میره قدیما من با اون ایده اول خیلی حال میکردم برای فرست دیت، ولی الان به خاطر جوری که سوسایتی شده منم برام میگم خب it's weird، نباید انجام داد. اتوماتیک انگار ادپت میکنین بهش دیگه. بله. قدیما که اون دیتا رو میرفتن، شرایطی که دیت میکردن خیلی سخت بود. مثلا طرف همسایه‌شون بود، یه عمری میشناختش، بعد خب آره خیلی خوش میگذشت بذارت پشت وانت ببرد واین بهت بده. حتی ما که تو ایران نداشتیم اونو، ما تو کوچه پشتی چادر پیچ میرفتیم. من ایران رفتم فقط مشروب دیدم. رستوران تو رشت رفتم با مامانم، گفتن مهمون خارجی، رفت از اون پشت یه پارچ عرق سگی آورد. ما خارجی نبودیم آیه عباس دیگه. به هر حال که راجعش داره صحبت میکنه خیلی قدیم بودش. آره منظورم خب آخه این قدیمی هم که ایشون میگه داره مثلا 15 سال پیشو میگه. درست میگم؟ 15. آره میشه. زمان زیادی گذشته، یعنی خیلی همه چیز به سرعت تغییر کرده. حتی من فکر کنم الان من برگردم ایران خیلی سیستم دیت کردن تغییر کرد. دوست من که ایرانه بیشتر آنلاین دیتینگ میره تا من اینجا. آره یه اپ دارن، اسمش هم الان اگه یادم اومد میگم. بادو. آره بادو. بادو. آخه همش میگه پسره از بادو دیگه. من میدونم که اونجا یه اپی هست به این اسم. چیزم دارن، بامبل هم دارن. به خدا دارن. با همونه؟ آره بامبل هم دارن. چه جالب. پیشرفت کرد. کیانم میگه شیطونم یه دونه دیگه. شیطون مال اینجا. شیطون اصلا مال هر دوشه. خیلی هم عالی.
کل دنیا. جالب میگم آخه شاید بخوای خب. سوال بپرسی. خب حالا رفتیم رو مادرن رومنس، حالا دیتینگ اتیکت به ایرانی نمیدونم اگه یکیتون یه بتونه. چیزی رو اسکیپ نکردیم. سال دیتینگ- دوم چی بود؟ دیتینگ چیز فرست دیتس، حالا اون این باز میخوره تو فرست دیتس، اینا هد تاپیک های. آره ولی چیز دیتینگ اتیکت یعنی شما دیت مثلا میرین، انتظاراتتون تو اون دیت چیه؟ سمر خانم اگه شما دوست دارین شروع کنید. میخوای از من سخت شروع شد. کنی؟ بفرمایید. نه من میذارم از بچه من میرم چای بیارم. از کامنت فکر میکنم از این ور بریم از انتظارات کم میریم به زیاد. ملیکا وسط نشسته. آره. من میذارم طرف پیشنهاد بده، اگر بسپاره دست من نزدیک باشه من سعی میکنم خیلی کم هزینه و راحت بذارمش. یه پیاده روی باشه، کافه بریم یه کافی بزنیم، رستوران نباشه، چون معتقدم که اصلا نمیشناسمش، نمیدونم چقدر میخوام باش زمان سپری کنم، شاید اصلا برام سخت باشه بخوام سری پاشم بیام بیرون. دوم این که شاید آدم خوبی باشه ولی به درد من نخوره، چرا یه هزینه اضافی روی اون آدم بذارم که بنزین بزنه بیاد زمان صرف کنه، چون عموما اونا میان نزدیکتر به دختر. من اینو من ترجیح میدم که تو اریای من باشه. ببخشید یعنی خب من منظورم از انتظارات یعنی طرف باید بیاد دنبالت دیگه. الان که ماشین دارم نه، یه جا قرار میذارم اون بیاد، چون ببین وقتی که ماشین داری خودت میری تایمت راحت، هر موقع خواستی بیای، اصلا شاید باش حال نکردی سریع فرار میکنی پلنگو میبندی میری. بعدم این که هزینه برام نکنه. خب این برای آقایون، خودتون برین دنبالش که نتونه در بده. خوبیه دوست ندارم که یه هزینه‌ای برام بکنه که بعداً اگر واقعا اون آدم داره سیریس دیت میکنه بگه که مجبور باشه رو هزینه وقت بذاره که من هی دارم میرم دختر میبینم هی باید هزینه کنم. راحت باشه که بتونه راحت بره با دخترها حرف بزنه و کسی که میخواد پیدا کنه منم راحت باشم. این نظر منه. ولی اگه خودش جایی رو بوک کنه، جای قشنگی باشه، میرم اپریشیت میکنم. خب این رد فلگ نیستش که میگی طرف کلی دیت رفته داره پول خرج میکنه؟ خب نه، طرف یه تایمی گذاشته داره دنبال آدم درستش میگرده. الان خیلی سخته، خصوصا برای مایی که کاناداییم، مثل ایران نیست که آپشنامون زیاد باشه. من خودم الان تو اون شرایطم، من میرم دیت خوشم نمیاد، خدافظ، نفر بعد. چرا باید وقت بذارم واسه شرایطی که میدونم اصلا جواب نمیده؟ اگرم که خوشم نیاد 100% حساب میکنم، یعنی 100% بیلو میدم که طرف مطمئن شه خوشم نیومده. واسه اون که پیکاپ کنه یا نکنه که بحثش شد اولش، آره من پرسونالی دوست دارم که دیت اول طرف بیاد دنبالم، ولی اکسپکت نمی کنم. اگه ببینم کامفورتبل خودش آفر بده sure I'll take it، ولی نه میگم اکسپکت نمی کنم یا ناراحت نمیشم. میگم دوست دارم ولی ناراحت نمیشم. چیز دوم که گفتی چی بودش؟ پی کردن بیل من دوباره اکسپکت نمی کنم، ولی خب به نظرم دیت اوله نمیگم باید بکنه ولی قشنگه که بکنه. ولی خب من تعارفم میزنم که یعنی خب دو طرفه باید باشه، چیزی نیستش که خب رفتیم دیت ولی از پسر اکسپکت میکنم که اون این کار انجام بده دیت اول. ولی خب من بازم تعارفم میزنم because he doesn't have to. این از نظر من. حالا سمر خطری شد میره این وقت انتظارات بیشتر میشه. خب من یه سری چیزا رو با هما موافقم، یه سری چیزا هم خیلی مخالفم. مثلا اون پارت پیاده رویش اصلا تایپ من نیست. من نه پیاده روی میرم نه آفر پیاده روی میدم. اون قسمت کافی خوردنم به نظر من کافی خوردن یه مقدار کوتاهه برای اینکه بخوای طرفو بشناسی، ولی خب بازم بستگی داره. اگه طرفو اصلا نشناسم، چون معمولا یه مقدار تایم میذاری با طرف حرف میزنی، مسیج میدی، تلفنی صحبت میکنی. حالا اگه بخوام برم دیت اول ببینمش و طرف کاملا غریبه باشه، اوکی شاید برای کافی برم، ولی باز هم من آفر نمیدم. یعنی ترجیح میدم که اون پلان رو انجام بده و من حالا نظرمو بگم. ولی باش موافقم که اگه نشناسم طرفو ترجیح میدم که خودم برم، به خاطر که بهم فلکسیبیلیتی میده که any time که بخواستم
برگردم. انتخاب رستوران هم چیزی که گفتم. ولی اگر طرف رو بشناسم، یعنی خودم هم تمایل داشته باشم، یعنی اون اکسایتمنت باشه، اون شناخته که دوست داری بری دیت اول، که مثلا حاضرشی بری دیت اول صحبت کنی باشه، خب خیلی دیفرنت اپروچش میکنم. دوست دارم که طرف خیلی پراپر تر باشه، خودش پلنو بریزه، یعنی برنامه‌ریزی رو داشته باشه. میتونه از من بپرسه که من چی دوست دارم انجام بدم و من بهش بگم که مثلا پریفرنس من ایناست، ولی دوستم پلن رو بریزه و این دوست دارم که بهم آفر بده که بیاد دنبالم. منم موافقم با اونها. آره، اگر یعنی که شناخت ایجاد شده باشه، یعنی دوستان ریگرت ولی نمی‌کنم. اگر نشناسم، کاملا نشناسم و فقط چند بار باهاش صحبت کرده باشم، شاید ترجیح بدم که خودم برم. و برای پی کردن هم فکر کنم سومین چیزمون بود. دوباره من با پوینت های بچه ها همه موافقم. هیچ ابلیگیشنی به نظر من نیست، مخصوصا دیت اول. من همیشه آفرمو میدم، یعنی جنوینلی آفرمو میدم، ولی خب اگه اون طرف تصمیم بگیره که خب پی کنه، that's nice of him، یعنی it's a nice gesture، قشنگه کار قشنگیه. ولی اگرم نکنه again ابلیگیشنی نیستش که باید انجام بده به خاطر که پسره، ولی خب کار قشنگیه. اگه خوشم نیاد هم بازم آفرمو میدم، اینجوری نیست که 100% اون میذاری پی کناره. هما گفت 100% خودم میدم که مطمئن خب بشه از این تا یه قضیه. اندازه‌ای میتونی آفر بدی، ولی اینکه دیگه اون وسط دیگه فورسش نمی‌تونی. فورسش دیگه کنم، یعنی مجبورش بده نمی‌کنم. یعنی بده نه مثلا 10 بار که بگم خودش بهتره بفهم آقا نمیخوام. آره دیگه، یعنی دیگه این پرفکت. خب ببین سر انتخاب رستوران، حالا این مثلا یه نکته کوچولویی از لحاظ حالا سایکولوژی من دارم میگم، دوست ندارین که کنترل رو به دست بگیره طرف، برگرده بگه فلان جا داریم 100%. میریم، فلان روز، فلان ساعت، بلا بلا بلا. خیلی خب این مهمه، این خیلی مهمیه آره. به نظر من. چون میدونی طرف داره نشون میده تکلیفش روشنه، this is what we're doing، تا اینی که بگه خب این کارو بکنیم، اون کارو اصلا بکنیم. دیت اول باید به نظر من اون کار بکنم، به خاطر اینکه بخواد خوبه که بپرسه، ولی به نظر من اگه خودش آماده داشته باشه اون قشنگ‌تره. اوکی، نگفتم بیشتر اطلاع باشه برای کسی که اگه دوست داره همچین دیتیلی رو بدونه. It's important. خب dating in different stages، منظور سنای مختلف، مثلا 20 سالگی تا 30 سالگی، 30 سالگی تا 40 و 40 به بالا. تفاوت‌های اصلیشون فکر کنم خیلی واضح باشه، ولی خب الان مثلا شما دیت میری دنبال چی هستی؟ با هما اگه بشه شروع بکنیم. ببخشید من یه چیز مثبت 18 تو ذهنم نمیشه تو خب نه پادکست. بگو اتفاقا that's good. فکر میکنم تو دهه 20 خیلی بیشتر اموشناله تا تو دهه 30. دیگه همینقدر بگم فکر کنم بسته. تو دهه 30 پخته تره. نه اونجوری که شما فکر میکنین، نه من معذرت میخوام، ولی پخته تره، چون هر زاویه‌ای که بهش نگاه میکنم با دهه 20 فرق میکنه. دهه 30 هم نشدم، شما دو تا باید ما 2 تا باید بیشتر. حرف بزنیم. من الان یه رابطه‌ای میخوام که پایدار باشه. اگه 1000 تا دیت هم برم و بدونم طرف میترسه که راجبش حتی صحبت کنیم، چون برای من اینه که حرفتو همون اول بزن. اگر طرف دنبال یک رابطه باشه که بخواد توی رابطه بمونه، قرار نیست همونجا ببری عقدش کنی. میخوای بشناسیش. من اصلا حاضر نیستم با یه کسی تا نشناختم. خب شما الان به اصطلاح تو دهه بین 30 تا 40 سنتو نمیگی؟ 34 خودم همون اول گفتم. خب این سوالا اتفاقا ما دفعه پیشم پرسیدیم. چیه که تو رو اترکت میکنه با طرف دیت بری؟ چه مزایایی باید داشته باشه؟ مثال بحث ماشین، خونه، موفق بودن تو زندگی، چه نکاتی برای تو مهمه؟ راستشو بخواین من ترجیحم الان اینه که با توجه به اینکه نزدیک 6 ساله تو کانادا هم، تو استیجی که خودم هستم باشه و اگر تایمینگش به من بخوره، من چقدر پیشرفت کردم اون چقدر پیشرفت کرده. دوست دارم از من جلوتر باشه نه عقب‌تر، چون من ترجیح همینه که مغلوب مرد بشم. دوست ندارم، بعضی از زنها دوست دارن غالب باشن، کنترل دست اونا باشه. خب چقدر جلوتر از تو باشه؟
اونم باز بستگی داره به آدمش که دارم دیت میکنم. اگه میگم تو استیج من باشه، کسی که 6 سال اومده، من تونستم آپارتمان خودم رو اجاره کنم، همه هزینه هامو خودم میدم، هم خونه ندارم، ماشینمو دارم، شغل پروفشنال با اینکه اینجا درس نخوندم دارم، تونستم انقدر زبان یاد بگیرم که توی شرکت خارجی کار کنم، کامیونیکیشن هم خوبه، دوست دارم اینجا با اینکه خانوادم اینجا نیستن. این الان رزومه هما خانم بوده برای مردی که اون بیرون باشه، این لیستشون. ولی پیاده روی هم میاد. ولی اگر یه کسی که 12 ساله اومده، قطعا به این آپشن‌ها اضافه میشه، چون من دارم نگاه میکنم همای 6 ساله دیگه کجا میتونه باشه. اوکی. خب بعد از لحاظ ریخت و قیافه برات مهمه؟ درست گفتم اینو؟ خیلی سعی کردم. همون قیافه ظاهری. آره. قیافه ببخش من میگم، من برای همین گفتم به انگلیسی ظاهر طرف، یعنی قد و شکم داشته باشه، سیکس پک داشته باشه، اینا چیش مهمه برات؟ هر کسی یه استانداردهایی برای خودش داره، ولی نه لزوما همیشه ما اون آدم رو دیت میکنیم. همیشه یه وقتایی هست که یه چیزی اون طرف داره که مثلا من قد بلند لاغر مو فرفری دوست دارم، ولی اگه رزومه اون آدمایی که آوردم دیت کردم بهتون نشون بدم، میگین مطمئنی نمیخوای یه تجدید نظر بکنی؟ اما اینو بگی اصلا نمیخونه. یه چیزی بوده، یه اتفاقی افتاده که اون آدم یه حرفی زده، یا تو چهرهش یه چیزی دیدم، تو شخصیتش، که باعث شده که به اون همین آپشن رو بدم که خودش رو نشون بده. برای همین من میگم که این قسمت همیشه بازه، ولی نسبت به اون کسی که این آپشن ها رو داره سریع خر میشم. خب حالا متاسفانه طرفی که از تو موفق تره گیرت اومده، تو چی داری که میتونی به اون بدی که اونو راضیش بکنی؟ یعنی چه گپایی تو زندگی یه همچین مردی رو تو میتونی پر بکنی که راضی باشه؟ چون الان یه سری لیست دادی. آره. دیگه قاعدتا مردم یه لیستی دارن. اول از همه این که من خیلی دیسیپلین دارم تو زندگی من. خونه من همیشه تمیزه، دختر با برنامه‌ای هستم، ورزش میکنم، هیکلم خوبه، میتونه روی این موضوع حساب کنه که دختریه که برای خودش شخصیت قائله. چون یه نفر برای من خیلی مهمه، کسی که دیت میکنم آدم شلخته‌ای نباشه، چون اگر برای خودش شخصیت قائله میتونه برای منم شخصیت قائل بشه. اگر تمیزی براش ملاکه تو زندگی، برای من مثلا یه فاکتوریه که به چشم میاد، چون من خودم رو اپریشیت میکنم که تمیزی خونم مهمه. خونه برای من محل آرامشمه. خب یعنی من خونه رو برای مهمون تمیز نمیکنم. مثال شما حاضری یعنی مثلا تمیزکاری خونه و اینا رو به عهده بگیری تو همچین شرایطی؟ من نگفتم. گفتی دارین نه. چه چیزی به زندگی اون اضافه خب میکنی؟ آره، نه، گفتم مثال... دیسیپلین. از کجا میتونه پیداش کنه؟ میتونه توی زندگیم ببینه، از لباس پوشیدنم، ساعت صبح زود بیدار شدن، ورزش کردن، دختری که هر روز تو جیمه، برنامه زندگیشو داره. چجوری داری زندگی اونو راحت تر میکنی؟ چه چیزی به زندگیش اضافه میکنم؟ دارم میگم چه چیزی، یعنی چجوری میتونی زندگی طرف رو راحت تر بکنی؟ چون ببین هر کسی دنبال، آخه اگه مگه اومده با من زندگی کنه که زندگیش راحت تر بشه؟ ببین چون من مثلا استیج کاری شما رو میشناسم. خب تو اگه میخوای یکی بالاتر از این باشه، خب they're gonna have to go very high up. یعنی خب خیلی باید قاعدتا یک کسی که تو اون جور استیج باشه خیلی وقتش با کار و اینا گرفته است، یعنی درگیره. واسه همین دیگه نمیخواد استرس اینو داشته باشه که باید بیام خونه رم حالا تمیز بکنم، از اون ور مثلا بیام فلان کارو بکنم، لباسا رو فلان. میدونی چی میگم؟ اگر یه کسی که داری تو این استیج انتخاب میکنی که حالا شخصی هم که توضیح دادین، به نظر من تو 1% جامعه است که هیکلش خوب باشه، کار و زندگیش موفق و خوب باشه. این 1% of the world. این 1% خب که من گیرت خودم هم تو اون میاد. 1%م. ببین حالا باز نمیخوام توهینی باشه، توهین بگونه چای بیز، ولی بالای 30 سال که میرسین مردا بیشتر آپشن دارن تا زنها. این نظر من. آره. مخصوصا اون 1% نه که من میگی. باش موافقم. میدونین چی میگم؟ برای همین حالا من خودم رو تو کفش اون مرد 1% میذارم. اگه یکی گیرم میاد دنبال اینم که طرف بتونه زندگی منو راحت تر بکنه، یه آسایشی تو زندگی من ایجاد بکنه. نمیخوام سکسیستر بیه که حتما زن باید ظرف بشوره، زن باید فلان بکنه. من فکر میکنم توی سن 30 سالگی و اون کسی که به این استیج رسیده، اون اصلا نیازی به این نداره که من ظرفاشو بشورم.
اون انقدر داره در میاره که یه نفر بیاد خونش رو تمیز کنه و توی زندگی مدرن ظرفا رو بذاره تو دیشواشه. خب ولی یه بیشتر دونه از خواستای نظر مرد باشه ذهنی چی؟ ببین ما از نظر ذهنی بیشتر فکر میکنم تو این دهه نیاز داریم یه کسی کنارمون باشه و وقتی که از نظر ذهنی به یکی کانکت میشیم که اون آرامش رو بهمون میده، بقیه چیزاش یه سری دیل روتینه. من غذا رو میپزم تو ظرفا رو بذار تو ماشین. من امروز نمیرسم بیام خونه، لاندری دارم تو هستی انجام بده. و وقتی که اون کانکشن باشه آدم با عشق برای طرف انجام میده. خب نه، خستگی این- وجود that's a نداره. good answer. این منظورم همینه. خب بریم این برتر که ولی به به همه نظر من باید دو طرفه باشه. اگر دو طرف یعنی هم خانم هم آقا کار میکنن، باید این چیزا دو طرفه باشه. اونجوری نیست ولی اگر اکسپکتیشنت این باشه که اون درآمدش از تو بالاتر باشه، این دو طرفه نیست. doesn't matter که من نگفتم درآمدش بالاتر باشه، گفتم از من یه قدم جلوتر باشه. ببین، مثلا اگه من یعنی درآمدتون یکی باشه تو اوکی؟ آره مشکلی نداره. از منظور چی از یه قدم بالاتر باشه؟ مثلا اینکه من اگر از یه زندگی سخت اومدم یه سری سختی‌ها رو تونستم از پسش بر بیام، اونم تونسته باشه. آدم قوی باشه، آدمی نباشه که من لازم باشه اونو بکشم. از حضور اون در زندگی من به من چیزی اضافه بشه. من منظورم اینه. خب ببین اگه درآمدتون اونطوری یکی باشه that life I'd agree would be 50-50. ولی اگه من انتظار اصلا داری منظورم نبود درآمدش موفقیتش بالاتر باشه. بالاتر از شما، یه درآمدش بالاتر باشه، اون به نظر من ببخشید that depends on your education. یعنی شاید الان مثلا من و سمر شاید جفتمون مثلا شاید سمر شما نرسینگ خوندی من سایکولوژی، شاید درآمد مثلا سمر از من بیشتر باشه. حتما راجع به کاپل نمیخوام فقط حرف بزنم، ولی به زن و شوهرم همینطور میتونه باشه. حالا اون شاید با چیزی که خونده درآمدش بیشتر باشه. فکر نکنم این دیفرنسی بین دو نفر ایجاد میکنه. یعنی تو اوکی درآمدت بیشتر از شوهرت باشه؟ ترجیحاً دوست دارم اون درآمدش بیشتر از من باشه، ولی وقتی باشه برای من زیاد. من فکر کنم خیلی آدمایی که الان اینجا نشستن اگر مخالف بودین نظرتو بگین. ما وقتی یکی رو انتخاب میکنیم آقای عباس، درآمدش رو چون دخترهای موفقی هستیم به کارش قطعا توجه میکنیم، ولی درآمدش رو با شماره و رقم نمیشمریم. ما کامباین همه چیزی که اون آدم داره رو میذاریم توی یه خط. آره اون پکیج، این از چه خانواده ای اومده، به کجا رسیده. کسی که مثلا پدرش کارخونه داشته درآمدش ستای منم باشه، شاید اصلا زحمت نکشیده باشه به اون رسیده باشه. اون آدم کوالیفای نمیشه برای من، چون من خیلی زحمت کشیدم به این عدد درآمد رسیدم. اینه که تو اون طرفو پیدا کردی. اون طرفو که پیدا کردی، خب قاعدتا اگه میخواین درآمدش بیشتر باشه، من فکر نمی کنم، من دنبالش نیستم. برای من اوکیه که درآمدمون با هم یکی باشه، ولی کمتر از من در نقطه شروع دوست ندارم. 100% منم کمتر از خودم دوست ندارم، ولی بحثم این بود که اگر یکی باشه، اصلا بحث کارهای خونه بود بیشتر که به اینجا کشیدش. اگر یکی باشه یا حتی اگر اون بیشتر درآمد داشته باشه، دازه مین که کمتر باید تو خونه کاری بکنه. به نظر من چون من هم دارم کار میکنم، من هم به اندازه اون دارم کار. اگر من کار نکنم، خب وظیفه من هست که همه کارهای خونه رو من به عهده بگیرم و اینو آفر بدم به شوهرم. ولی اگر جفتمون کار میکنیم دازه مره که اون درآمدش بیشتره، اون هم باید به اندازه ساعت کارش بیشتر باشه چی؟ خب اون بحثو عوض میکنه. اگر اون خب من زودتر برسم خونه، خب من باید وظیفه‌مو بیشتر آفر بدم. جناب شام ببین آره نه ولی ببین مثلا من منظورم اینه که اون خب اگر 8 شب داره میرسه خونه، من نمیتونم از اون اکسپکت کنم که فرض کنیم طرف آرایشگاه داره، تمام روز صرفاً کار نمیکنه، ممکنه ساعت کاریش بیشتر باشه. خب کارگر معدن نیستش که بگی 12 ساعت کار میکنه پس خسته تر از من کارا رو بکنم. ما به
شرایط برمیگرده. ببین الان یعنی شرایط ببخشید شرایط طرف چجوری باشه. به قول تو اگر تو یه جایی کار میکنه که فقط نشسته از صبح تا شب فقط مدیریت داره میکنه، زحمت اونجوری نمیکشه. یا با یه کسی که کانستراکشن مثلا میکنه از صبح تا شب یه کار خیلی سخت و سنگین داره میکنه، obviously اون خیلی فرق میکنه. میگم شرایط با هم فرق میکنه. یا اینکه شاید من همون کار سختو بکنم، ولی اگر مثلا من 4 بعد از ظهر میرسم خونه، اون 8 بعد از شب میرسه خونه، خب من خودم این وظیفه رو به خودم میگم که خب تو باید بیشتر کار کنی. تو شاید میتونی بیای خونه 2 ساعت استراحت کنی، بعد پاشی مثلا شام شب رو درست کنی، ولی اکسپکت نمیتونم بکنم از اون تا میرسه خونه شام شب رو درست کنه یا حتی ظرفا رو بشوره چون خسته است. شخصیتش هم بستگی داره. به شخصیتش خب هم حالا بستگی مثلا اگه داره. من باشم و دیر دارم میام خونه، از اون ور اگرم درآمدم بیشتر باشه، سعی میکنم بزرگترین بخش خرجای خونه رو من بدم. اوکی. اون مثلا بوده میکاپ، یعنی به نظرت کمک میکنه که یه خورده راحت تر باشی تو؟ شما شما بیشتر پول در میاری و خرج بیشتر خونه رو هم شما میدی، ولی اگر از صبح تا شب میشینی مدیریت میکنی و هیچ خستگی نداری وقتی میرسی خونه، ولی درآمدت بیشتر بوده، برای من اونجوری نیستش که تو کمتر باید تو خونه کمک بکنی. خیلی فکر میکنن که درآمد رو باید بر اساس یه درصد مشابهی در زندگی خرج کنن، در صورتی که برابر با هم. مثلا 50 تا $100 هزینه‌مون شده، $50 آقای عباس بده، $50 خانومش. $50 در صورتی که نظر من اینه که هزینه‌های زندگی رو باید 1% از درآمدتو بذاری وسط. بگی شما 40% درآمدتو بذار، منم 40% درآمدم، هر عددی که اون شخص میسازه. چون به قول چرا اسمش یادم نه، به قول ملیکا، معذرت میخوام، به قول ملیکا، آره آدم اسم دوستشو یادش به من معذرت میخوام، تموم شد. به قول ملیکا ممکنه که بر اساس درسی که خونده درآمد بیشتری داشته باشه، در صورتی که دو طرف 6 سال درس خونده باشن، الان هم روزی مثلا 8 ساعت کار کنن. باید 1% از درآمد باشه. به نظر من این موضوع خیلی یعنی one size fits all نیستش. همه آدم ها فکر میکنم نظرات مختلفی دارن، با توجه به شرایطشون، با توجه به اون مدلی که بزرگ شدن، با توجه به کالچری که دارن، ممکن نظر مختلفی داشته باشن. ولی من بخوام نظر خودم رو بدم، این که گفتیم که باید آیا طرف درآمدش بیشتر از تو باشه، خب در اول آشنایی که شاید خیلی مهم نباشه، ولی اگر داریم در مورد فیوچر و زندگی آینده صحبت میکنیم، برای من به شخصه خیلی جذاب تره که به نظر من قدرت مرد، نمیگم به پولشه، ولی به اون موفقیتیه که توی جامعه داره. یعنی اون جوری که اون زندگی که برای خودش ساخته برای من جذابه، به عنوان یه زنی که خودم حالا ایندیپندنتم و اصلا شاید به اون آدم نیاز نداشته باشم. ولی that being said که من باز هم میخوام احساس کنم که زنم تو اون رابطه. من با اینکه خودم الان ایندیپندنت شاید زندگی کنم، مستقل باشم، فاینانشیالی نیازی به یه ساپورت مرد نداشته باشم، ولی من زن مستقل دوست دارم که توی اون رابطه احساس کنم که زن اون رابطه‌ام. نمیخوام که احساس کنم که 50-50 هم. حتی من فکر می‌کنم یه میکسی از کالچر خودمون، حالا توی ایران اینجا خیلی همه چی 50-50. من اون زندگی 50-50 رو دوست ندارم که بگه اوکی 50% اجاره تو بده، 50% اینو اون بده. اونو من دوست ندارم. زندگی 100% ایرانم که زنا معمولاً حالا کار نمی‌کنن و الان که از اینا فهم کنم انقدر بالا شده که زندگی‌ها یه نفره نمیچرخه. اون زندگی که مرد همیشه انتظارش بود که بیاد همه خرجا رو بده و زن هیچ کاری نکنه هم دوست ندارم. به نظرم باید یه میکسچری از همش باشه، ولی at the end من میخوام که اون پارتنر من دامیننت باشه از هر لحاظی و من ترجیح میدم که نقش زن اون رابطه رو داشته باشم تا اینکه نقش مرد اون رابطه رو داشته باشم. اگه 50-50 باشه، یعنی اون وقتی که به ساعت 8 شب میاد خونه، پس اگر ظرف و نوبت اونه من باید بشینم تو خونه بگم نوبت اونه دیگه، من دست به ظرفا نمیزنم. ولی من این رابطه رو نمیخوام، چون من بکنم تو بکنی نیست. ما برای یک زندگی داریم میکنیم. خیلی به نظرم اون 50-50 چرتکه‌ای میشه که کی چی بکنه. در حقیقت ما داریم برای زندگی هم میکنیم. یعنی اینجوری نباید باشه او من امروز این کارو کردم پس تو چی، من اینجا انقدر پول دادم پس تو چی. یا مردم نمیخوام میفعل کنه من درآمدم بیشتره پس من از تو انتظار دارم که این کارا رو بکنی. نه نباید اینجوری باشه. دوباره میشه این چرتکه‌ای، دوباره میشه اینجوری حساب کردن. یعنی من پول بیشتر میدم پس اکسپکت میکنم تو کارهای بیشتری رو بکنی. خب اینم به نظر من به من حس خوبی نمیده. مرسی که گفتی، میخواستم اینو ازت آخرش بپرسم.
یکی از دلایلی که این سوالا رو اینطوری میپرسم داریم سعی میکنیم اون دکمه‌های عصبی و فشار بدیم. سمر گفت و دوست داشتم آره باش اگری چون می‌کردم. ببین چون به نظر من خیلی رابطه هم بیرون هست. من بین خود شاگردام هم میبینم که تو همچین شرایطی هستم. واسه همین هی کیسای مختلفشو باید آورد جلو که دید. چون مثلا حرفی هم که شما زدی اینی که کیپ سکور، اینم خیلی مهمه که هی نگی مثلا من 2 بار این کارو کردم تو 1 بار. اصلا این نباید باشه. هر چیزی که تو زندگیتون کانوینینته و کمک به اون یکیه بعد انجام بده. حالا من شرایط خودم، حالا پادکست تیبره مثلا طلاقی که گرفتم و مدت زمانی که بودم و اینا، یه سری بحثا توش هست که حالا تو فیوچر میتونیم بیاریم سر همین. حالا چه میدونم سکور کیپینگ چجوری کوپ میکنه. یه چیز دیگه هم بود میخواستم بگم و کلم پرید، حالا یادم میاد. حالا چیز ولی کلا میگم به آدمش خیلی بستگی داره. اینایی که ما داریم صحبت میکنیم نمیشه یک نظر قاطع کیس با کیس ببین تا فرق اونجایی که میکنه. میتونیم این شاخه رو پخش بکنیم که تاپیک های مختلف رو بشه یه جورایی به اصطلاح کاور کرد. میدونی چی میگم؟ چون حالا باز نمونه بیشتری میاد. الان نمیدونم این چی بود، قشنگ رفته رو مخم، ببینم یادم میاد یا نمیاد. آره اون برد منم افتاد میخواستم قسمت همونو آخرش. بگم. یه چیز دیگه هم گفتم اگه پایه بودین صحبت کنیم، break ups and moving on. خب این کامپلیتی یه تاپیک جدای مجزا میشه. آره منم موافقم. آره فکر کنم دفعه دیگه خیلی هممون اینپوت‌های مختلف داشته باشیم که بخوایم برایش صحبت بکنیم. من یه سوال دارم. خوبیه راجعش حرف بزنیم. اوکی. من یه سوال دارم که این دفعه شما چون یک مرد داریم اینجا که سوال ازش بپرسیم به جز کیان جان که خیلی من مردم ولی پشت دوربین هستن و نمیتونن نظر بدن، اینو بعدن که پسرا بودن بیشتر بودن لطفا ازشون بپرسین. من میخوام بدونم اونا از کی رابطه رو ریلیشنشیپ میدونن، از کی در واقع رابطه رو جدی میدونن. من اتفاقا این بحث رو با نگین داشتم که 2 تا چیز مختلف. الان مثلا حالا الان پرسونال 1000 تاست. نه پرسونال لایف کسی رو نمیخوام بیارم جلو، ولی مثلا به نظر من حالا اسمش چی بود؟ یه نه سیچویشنشیپ هم نبود، اکسکلوسیو. ولی اکسکلوسیو مثلا که یه مرحله عقب‌تر از ریلیشنشیپه. یعنی بهش نمیگن ریلیشنشیپ ولی اکسکلوسیو. آخه الان خیلی مرحله داره. تاکینگ استیج، بعد نمیدونم سیچویشنشیپ، نمیدونم به هزار تا نظر چیز. من این قضیه خیلی دیتینگ. ساده است. اگر شما دیت رفتین، همدیگه رو ماچ کردین، اینتیمت بودین با همدیگه، you're in a relationship. یه سوال من از دخترا دارم بعد. بفرمایید. نه شما بگین توضیحش نه بدین. من میگم به این سادگیه. یه بار دیگه میشه بگین. ماچ کرده باشی همدیگه رو. You think situationship؟ نه من هنوز اینو لازم دارم. بفرمایید. و با هم اینتیمت بودین، یعنی هنوز هم همدیگه رو میبینین و کانستنتلی با هم. This is a relationship. نه به نظر من تا زمانی که شما در این مورد صحبت نکنیم make it clear که we're in a relationship there's no labeling, you're in dating stage. خب یعنی آخه پشت سر نظرش خیلی با این فرق داشته. من الان حالا همه چیزام اجازه یعنی پس شما با یکی هستین رابطه جنسی با هم داشتین و همه چی، بعد طرف میره با یه خانم دیگه میخوابه، بعد میگه چون ما لیبل نذاشتیم روش ما هنوز تو سیچویشنشیپیم. That's acceptable. به خاطر اینکه آدمای مختلف زمانهایی که طول میکشه که بخوان حالا اون رابطه‌ای که شما میگین از نظر سکشوال با هم داشته باشن متفاوته. یکی دوست داره دیت اول بره با طرف اینتیمیسی داشته باشه، یکی دوست داره دیت دهم بره. پس بنابراین اون که دیت اول رفته نسسلی منظورش این نیست که از فردای اون روز تو ریلیشنشیپه. Does that make sense؟ به نظر من واسه هر رابطه فرق میکنه، واسه هر کی فرق میکنه. Depends on the person. اینو نمیشه زیاد واسش جوابی داشت. پس شما فکر میکنین نه عباس ببخش، شما فکر میکنین اگه یکی رو ماچ کردین باهاش دارین صحبت میکنین و باهاش خوابیدین توی ریلیشنشیپ خب اگه هستین؟ کانسلی هم دارین با هم بیرون میرین و تایمتون رو دارین با هم میگذرونین that's a relationship. حالا من میخوام از دخترها بپرسم، البته جوابش رو یه جورایی دادین. شما فکر میکنین از وقتی که با یکی بخوابین در قبال شما مسئولیت داره یا نداره؟ ریلیشنشیپ محسوبش میکنین یا نه؟ خب من این بازم نظر خیلی شخصیه، یعنی برمیگرده به شخص خود من. آدمای مختلف میتونن نظر مختلف در موردش داشته باشن. من فکر میکنم من تا زمانی که شاید توی ریلیشنشیپ نباشم اصلا خودم رو تو اون سیچویشن نمیذارم. این نظر منه.
بله من نظرم با سمر یکی بودش. منم نظرم همینه، ولی بحث یه جوری پیش رفت که پس چجوری میتونین قبول کنین که واسه آدما فرق میکنه؟ چون شما آردی اگر نظرت این باشه که تا تو ریلیشنشیپ خودتو ندونی، با شخص نمیخوابی، چطور برات تایید شده است که گفتم you have to have like باید communicate پس اون کنی با پسره طرف. رو وید میکنی اگر بدونی اون دوست داره جلسه اول باید بخوابه؟ برای همین باید کامیونیکیت کنی با طرف. وقتی چند بار میری طرف رو دیت میکنی، اسپند تایم میکنی، وایبتون با هم اوکی هست، خب at some point حالا یا تو یا پارتنرت باید بالاخره با هم دیگه این کانورسیشن داشته باشیم که الان کجا ایستادم تو این رابطه، الان what are we in چقدر relationship؟ معمولا زمان لازم داری تا به اون استیج برسی؟ خب بازم بستگی به اون آدمش داره. بعضی جنرال موقع با بگو. یه آدم شروع میکنی انقدر همه چی ایزی پیش میره که شاید خیلی به تایم طولانی نیاز نداشته باشی. شاید 1-2 ماه برات کافی باشه که بگی که من میخوام با این آدم ترای کنم، یعنی میخوام ترای کنم برم توی یه کامیتد ریلیشنشیپ و با این آدم امتحان کنم. یه وقتی هم میبینی که بیشتر تایم لازم داره، یه وقتی هم میبینی زیر اون مدت اصلا به نتیجه میرسی که نمیخوای که توی این رابطه باشی. چون نات همه رابطه ها نباید رابطه برسه، بعضی موقع فقط کمیستری داری به نظرم، یعنی از فقط کمیستری. خب ببین اونجاست. اصلا نمیشه، برای من ضد و نقیض وجود داره، به خاطر اینکه وقتی میگی ریلیشنشیپ اون آدم دیگه میشه اکس، تو ریلیشنشیپ بودی دیگه، 1 ماه میخواد باشه 1 هفته، اما داری به هم میگی بعضی وقتا میری به اون مرحله میرسی که شناخت بیشتر باشه، بعد نمیشه. متوجه گیر ماجرا میشی؟ نفهمیدم چی شد. شما میگی من وقتی با طرف میخوابم که بگم تو ریلیشنشیپم، ولی من میخوام اینو بگم به این نتیجه برسم نمیشه گفت تو ریلیشنشیپم باهاش خوابیدم. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که این قراره چیز خوبی باشه، میریم جلو و این یه استیجیه که تو مجبوری آنلاک کنی و میری و خوب از آب در نمیاد. آره من فکر کنم همه برای همه این اتفاق افتاده، همه حداقل یه بار اینو تجربه کردن. آیا اون ریلیشنشیپ بوده یا نبوده؟ من فکر کنم عموما دخترها حداقل در کالچر ما زمانی با طرف میخوابن که میخوان بهش بگن من فکرامو کردم که باهات برم تو رابطه. یعنی اینو داریم به مرد میفهمونیم که من میخوام که با تو رابطه باشم. حالا ممکنه کار کنه، ممکنه نکنه. بنابراین این اکسپکتیشن رو داریم که اگه خوابیدم حالا به هم بگو ما تو ریلیشن هستیم یا نیستیم. من الان قراره 1-2 تا دکمه فشار بدم. به نظر من موافقیم با من؟ به نظر من تو کلچر ایرانیا خیلی سکسو بیش از حد خانوما جدی میگیرن. And it's not as big as the Iranians make it out. یعنی به نظر من خیلی موافقم. چیزیه که درسته. آره. ولی خب ببین شما نمیدونی، به خاطر اینکه یعنی منظورم که نمیتونی حسش کنی از جانب ما. اول اینکه تمام عمرت ایران نبودی و با این یه کالچر دیگه ای در نوجوانی آشنا شدی. من راستشو بخوای اصلا تو انگلیس که بزرگ شدم من و داداشام میگفتیم عمرن دختر ایرانی دیت کنیم، همش با دختره خارجی بودیم. بعد یهو من رفتم ایران و was like fuck you know چقدر دخترها خوبن. اصلا کلا عوض شد قضیه. ولی خب ما رو متاسفانه در نهادمون گذاشتن این موضوع رو. من خیلی خودم شخصا سعی کردم باهاش بجنگم، ولی بعضی وقتا این حس انقدر قوی در ما نهادینه شده تو میری جهنم دیگه. جهنم نیست، احساس بی‌ارزشی میکنی اگر بعد از رابطه جنسی خواسته نشی یا رها بشی. به نظر من خیلی حالا تو کالچر ما بیشتر این هست، چون از اول خیلی برای ما از بچگی سکس رو بیگ دیل کردن که در موردش حرف نزنین، زشته، صحبت نکنین و خیلی برای ما یه جورایی مثلا واو شده، یه تابو شده. یعنی یه جوریه که خیلی در موردش صحبت نمی‌کنیم، یعنی راحت نیستیم که باهاش صحبت کنیم. ولی به نظر من بازم بستگی به اون شخص داره، به نوع بزرگ شدنش داره. یه ایرانی بیاری که خب سنش خیلی کمتره، اینجا خیلی تایم بیشتری گذاشته، الان نگینو بیاری اینجا بذاری 100% نگرشش با ما کامپلیتی فرق داره با اینکه اونم کاملا ایرانیه. پس برای من به نظر من بس خیلی ربط نداره که کجایی هستی. منظورم تو سن خودمون بود، آدمایی که به حال ایران بزرگ شدیم. حتی اگر ببخشید نگینم نباشه و کسی که تازه اصلا بگیم از ایران اومده، بازم به نظر من برمیگرده به شخصیت طرف.
آره. ولی دقیقاً هست. ولی خب همتون قبول دارین که sexual compatibility خیلی چیز مهمیه تو رابطه. 100%. چون من رفیق داشتم که فوق‌العاده بودن با هم و زمانی که سکس داشتن به هم زدن، چون اصلا نمی ساختن به هم دیگه. درسته. آره. عالی. دوباره اینا تمام سیچویشن های خیلی آیدیالیه که ما نشستیم خیلی عاقلانه در موردش صحبت میکنیم. فکر کنم همه ما تو سیچویشن هایی بودیم که اونقدر اکسایتد بودیم در مورد طرف که تمام این باید و نباید هایی که خیلی قشنگ الان داریم در موردش حرف میزنیم و همه منطقمون رو گذاشتیم کنار و خارج از اون چارچوبی که دوست داریم حرکت کنیم حرکت کردیم به خاطر اون اکسایتمنته، به خاطر اون کمستریه. اینو همیشه تجربهش کردیم. یعنی الان من دارم خیلی قشنگ یه لیست باید نباید میذارم روی میز، میگم اینا چیزای منه، چک مارک های منه، ولی مطمئنم همه ما انتخابایی داشتیم که برخلاف همه این چک مارک هایی که الان زدیم بوده و به خاطر که تو اون لحظه احساس میکردیم که کار درستیه، حالا یا ایموشنال بودیم یا هر چیز دیگه. و فکر کنم قشنگی زندگی ایناست دیگه، وگرنه ما خیلی بورینگ میشدیم که مثلا طرف بیاد اوکی بذار کاغذمو بردارم. آره ما خیلی بستگی به حال هوا داره که تو اون لحظه واقعا تو چی فکر کنی. ولی اینا در مورد آدمای ایمیجینریه که ما هیچ الان کانکشن عاطفی با کسی نداریم، داریم کلی حرف میزنیم، ولی بازم تو سیچویشنش که باشی خیلی فرق میکنه. قدش میگم بلند خوب باشه، شد سمر لاغر باشه، خانم. موهاش فر باشه. میگم خوب شد سمر خانم اینو گفت، چون اگه کسی اینو نگاه میکرد میگفت اینا چقدر عاقل و فلان و، ولی کلا من خودم دیت میرم اینه یه بچه کوچولو هم بدون هیچ قانونی میرم و هر اتفاقی افتاد میدونی، یعنی اصلا نه با پلنی جلو میرم میدونی. وقتی اینجوری میری جلو قشنگ‌ترم. آره چون اصلا قانونی نیست روش که یارو رو یه بار زنگ زدم جواب نداده دیگه زنگ نزن. میکنی که این باشه این باشه این باشه این باشه. آره آقا که لحاظ زمانی چطوریم؟ میخوای کم کم یعنی تمومش بکن؟ یعنی من شعر نخونم؟ نه قربونه. ولی بخونه ما یه شعر برامون ولی وسط برای دی جمع جور کردنش حرف آخرتون چیه؟ کسی چیزی داره؟ بخوای ادوایسی به بیرون بدی یا از تجربه خودت چیزی بگی یا مشکلات یا سختی، حالا واسه تاپیکای بعدی هم میتونه حتی باشه، چیزی که دوست دارین حالا در موردش بیشتر صحبت بشه تو آینده، چون همه چی رو به نظر من خیلی بریفلی کاور کردیم. من به همسنای خودمون، آدمایی که تو رنج سنی ما هستن، تنها توصیه که میتونم بکنم اینه که همه ما تو این سن یک تجربه تلخی رو تا حداقل میشه گفت داشتیم که شکستیم، دمیج شدیم. روی دمیجاتون کار کنین، اون تراست ایشوها و مشکلات دیگر رو حل کنین، نبرینش تو رابطه بعدی و اجازه بدین که رابطه شکل بگیره. اگه دعوا شد با دعوای اول فرار نکنین، چون واقعا همه چیز ساختنیه. ما به خاطر اون یه بار شکسته‌ای که هممون داشتیم دیگه همش مراقبیم دوباره زخم نشه دلمون، از همه چی فرار میکنیم. برای همین انقدر سخت میشه که تو سن ما یکی بتونه تو رابطه بمونه. اون بحث همون بریک اپ و اینا رو سعی میکنم آقای دکتر شریفی رو بیاریم. اون خیلی بحث باحالی میشه که آره. ملیکا خانم شما چیزی دارین بگین؟ شما اگر من الان فعلا ادوایسی نیستش که من ادوایسی که ندارم، ولی یه سوالی که میخوام حالا شماها که اینجا هستین بهش فکر کنین و هر کسی دیگه که قراره دفعه دیگه تو جمعمون باشه، یه سوال دارم که میخوام بهش فکر کنین که به نظر شما love is enough for a long term committed relationship to work یا نه؟ بهش فکر کنین، الان جواب ندین. من قبلا بهش فکر کردم، بعدن جواب بده. آره بهش فکر کنین. منم پس حالا برای پایان به اصطلاح نوتس دیگه بر اساس تمام اینفورمیشنی که گرفتیم بهترین کار اینه که اصلا تو رابطه نریم. فردا میبینیم عباس داره یه گوشه با یه خانومی صحبت میکنه. آقای عباس شما گفتیم به خانم بگم این از اون استثناءاتی که سمر جان صحبتشو کرد. این سیچویشن شیپه الان پیش اومده. من گفتم اصلا خیلی راحت میشه دیگه. سیچویشن شیپ نمیدونی یعنی چی؟ اکسکلوسیو داریم. آره نه ولی به نظرم بحث جالبی بود. حالا بازم میتونیم دیتیل ترش بکنیم تا آینده. امشبم قرار بود یه آقا محمدی هم با همون باشه که مریض شد. آره دیگه
من بیچاره بی آقایونم دعوت به اومده نظرم بودم. بگیریم، یعنی خیلی خوبه چون اینا ما فقط نظرات ماست، ولی خب فکر می‌کنم یه نظرات نفر حتی بیشتر بود که نظر واسه بعدی we will have more microphones. یعنی هی پس آره، نکنیم. هی. بعد چیز دیگه بده بغلی. آره پادکست اول دیگه ببینیم چجوری حالا پیشرفت میکنه. من که I had fun. خیلی به نظرم بحث باحالی بود. It was good. حالا ببینیم تو آینده چجوری میشه. پس بعدی رو میذاریم رو بریک اپ. سعی میکنم ببینم آقای شریف اونو 2 ساعته بذاریم. بالای 2 ساعت دست بالا اینا میاریم که اونو راست میگه، اون اوبر ایتس هم میخواد اون وسط. پایتونم آره بستنی بستنی و دستمال. اصلا احتیاجه بکنم بحث بریک اپ بستنی و باشه. That's perfect. Okay. Past that's it, I guess. Until the next time we see everyone. Bye. Peace.